عکسبردار هستی؟ نه خبرنگار. خودی تو کیستی؟ کشاف هستی؟ تنها یک شهروندی عادیم. تا حال باری نشده است که یک شهروندی عادی پای برد که او رو عکس میگیرند. شهروندی با دقت و هوشیار. تو سرباز هستی. زیرا که موی سرت پس است، رشوت گرفتگی است. رشگیری دائمی به پوستت ضرر رسانده است. یک بار خودت نگاه کن. با فکرم تو کشاف هستی. نه، من روزنامه نگار هستم. در کجا کار میکنی؟ من در فرانسه کار میکنم، تو نمیدونی. علاوه بر این من شهروند فرانسه هستم. فرانسوی ها رو هم دوست نمیدارم. یگان چیزی هست که تو دوست داری. همینگوی. اما او هم روزنامه نگار بود. همزمان شکارچی خوبی بود. پلیس هستی؟ دیگر از پیشم نبرو. این قدر مردی دغل هستی؟ مرد باید یک کمی مهربان باشد. از پی کارت شو. مرا بسیار عصبی نکن. با فاتحه شده گشتن دلم راضی نبود. با فکرم همینگویی در یک بابت خطا کرده بود. اگر دو کس همدیگر را دوست دارند، این حتما عاقبتی خوبی دارد. تو را دوست می‌دارم عزیزم. انگشترین ها را دهید. قماندان انگشترین نبود، از کلافپوش ظرف آبگیری تیار کردیم. می شود، حالا بعد خودشون میخرند. عروس دامادی ما قیچه بگذار عمری دراز و با برکت بینید. مبارک شود. شکری روزی که با تو واخوردم. خدا رو شکر. سلام علیکم دوستانی عزیز، خوشخبر به همه دوستان ویدیورولیک های جالب یوتیوب. امروز من با شما یکی از بهترین کانال ها رو در یوتیوب با نام استودیو ام پیشنهاد میکنم که در اون کانال شما میتوانید بهترین فیلم کلیپ ها، سرودهای فورم و همه نوارهای خاصتان رو دسترس نمایید. سیلک برای گزارش در تگ ویدیو حتما ابونه شوید. باوری دارم که به همه شما پسند میاد.